یو سلام بچه‌ها، به اولین ویدیو چنل یوتیوب من خوش اومدین. من نگارم. 6 ماه مهاجرت کردم به ونیز ایتالیا و توی این ویدیو میخوام یکم ونیز رو نشونتون بدم و راجع به پزشکی خوندن اینجا یه توضیح بهتون بدم. بچه‌ها من دانشگاهم پادواه ولی از امسال اومده ونیز، یعنی در واقع کورس پزشکی اومده ونیز و اگه براتون سواله که چه شکلیه زندگی کردن اینجا و درس خوندن، با من همراه باشین. خب من میخواستم ادامه ویدیو رو توی بیمارستان براتون بگیرم، ولی قبل از اون این نشونتون بدم. بچه این ویو خونه منه. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore. وارد اینجور کوچه‌ها که میشی یکم مثلا خلوت‌تر میشه و این حالت ونیز رو بیشتر دوست. برای بچه ها اسپدال جوانی میگیرم برای این بیمارستان بچه ها داشته باشم. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone. رسیدیم. وای، یعنی اولین روزی که من این صحنه رو دیدم، وای از اون روز بچه‌ها من نمیدونم در جریانی یا نه، ما خیلی سخت ویزا شدیم. یعنی من اینقدر ناامید بودم که فکر میکردم اصلا ویزا نمیشم. خیلی داستان داشت، حالا شاید یه روز توضیح دادم. و هر روز میومدم عکس اینجا رو میدیدم، این مجسمه یکم این بیمارستان، و همیشه این شکلی بودم که خدایا یعنی میشه من یه روزی از نزدیک اینجا رو ببینم. واقعا حس عجیبیه، خیلی زیباست. بیمارستانه نمیدونم داستانش چیه، ولی چند تا موزه داخلشه. یعنی ما رو یه بار بردن این موزه و کلا هر چیزی از جز بیمارستان. اینجا هم یه کلیسای خیلی خوشگله. هم آقای قایقان، هم قایقان میگن گوندولا و فکر کنم هر نیم ساعتی 80 یورو باشه. اوکی، let's go to بیمارستان. ببخشید اسپدال جوانی. ما همکلاسی داریم به اسم جوانی. من خیلی بدشانسم، یعنی اسم همکلاسیمو آوردم اون یکی همکلاسی هم اومدم. خب بچه من رسیدم بیمارستان و توی این ویدیو میخوام یه خلاصه کلا راجع به زندگی کردن توی ونیز و خودم بهتون بدم و هر چیزی که حس میکنم ممکنه به دردتون بخوره رو باهاتون به اشتراک بذارم. بچه من نگارم، 21 سالمه، دانشجوی سال اول پزشکی دانشگاه پادووا. پارسال آیمت دادم، سال 2020 من 2026 و نمرم 70 شد. الان تقریبا 6 ماهی که مهاجرت کردم ونیز و نمیدونم در جریانید یا نه، از سال ما دانشکده پزشکی از پادووا منتقل شد به ونیز و خب هیچ سال بالایی نبود که من ازش سوال بپرسم و هیچ ایده‌ای نداشتم اینجا چه شکلی قراره باشه. و الان که تقریبا سال اول تموم شده و 6 ماه اینجا، میخوام یه ایده کلی بهتون بدم که اگه میخواین این دانشگاه انتخاب کنین بدونین با چی قراره روبرو بشین. بچه‌ها کلاسای ما همش توی بیمارستان اسپدال سنتی جوانی پائولو برگزار میشه که تو خود جزیره ونیزه و
تقریبا اوایل قرن 13 ساخته شده و اون اول کار یه صومعه و حالت مذهبی طور داشته که می اومدن به صورت رایگان به بیمارا حالا کمک میکردن و بعداً به مرور تبدیل میشه به بیمارستان و قدیمی ترین بیمارستان ونیزه و همونطور که دیدین واقعا زیباست. بچه ونیز یه چیز عجیبی که داره اینه که واقعا این شهر هیچ ماشینی نداره و کلاً همه چیز قایقه، یعنی تاکسیاش قایقن، اتوبوساش قایقن و جالب‌ترین چیز برای خودم اینه که آمبولانساش هم قایقن، یعنی شما حالتون بد بشه زنگ بزنین با قایق میان دنبالتون. در کل بخوام یه خلاصه‌ای بهتون بدم، بچه‌ها من خودم جزیره ونیز زندگی میکنم و به نظرم بهترین گزینه‌ای که ما داریم خود جزیره است، چون مثلا از خونه من تا بیمارستان 20 دقیقه پیاده روی داره و خیلی راحت میتونم برم و بیام. و اینم بگم که اوکی ونیز یعنی خود جزیره یکم گرون هست و خونه سخت پیدا میشه، ولی این شکلی نیست که پیدا نشه، یعنی اگه بگردین و یکم خوش شانس باشین امکان این که یه خونه با قیمت خوب اینجا پیدا بشه هست، ولی میگم خیلی سخته، یعنی امسال که خیلی ها نتونستن. و اینم بگم که خوابگاه ما اینجا نداریم، یعنی خود بیمارستان یه بخشیش هست که مثلا خود دکترها و پرستارا میتونن بمونن، یه تعدادی هم حالا دانشجوهای امسال میتونن بمونن، ولی یه مشکلاتی داره، همین که قیمتش بازم بالاست با اینکه خوابگاه مثلا، همین که انگار من شنیدم فقط 18 ماه میشه مون و کلا نمیشه زیاد روش حساب کرد، برای همین تهش احتمال اینکه خونه بگیرین خیلی بیشتره. و اینکه ونیز بچه‌ها خیلی سیفه، یعنی من که اینجا زندگی میکنم هر موقع از شب برم بیرون واقعا خیالم راحته و هیچ مشکلی نیست، در صورتی که دوستام که مصرن، مثل خب چون قیمت‌های خونه و کلا زندگی کمتره اکثر مهاجرا میرن مصر، چون کلا ونیز پر از مهاجره و این یکم امنیتش رو به خطر میندازه دیگه. اکثر دوستای من مثلا 8 شب به بعد نمیرن بیرون، به خصوص دختر، چون واقعا سیف نیست. اینم بگم که مصر یکم شهر مرده‌ایه و خودم اصلا دوست ندارم اونجا رو. یه عده‌ام ترجیح میدن پادووا زندگی کنن. پادووا خیلی شهر نایسیه، یعنی واقعا هر چیزی که دانشجو نیاز داره رو داره و چون شهر دانشجویی هم هست کلا فعالیت‌های دانشجویی و اینا، کلا شهر خیلی زنده‌ایه که بچه‌هایی که پادووان اشتراک ماهانه قطار باید تهیه کنن که تقریباً 70 یورو میشه و از پادووا تا ونیز تقریباً نیم ساعت راهه و دوباره وقتی میرسن باید نیم ساعت حالا یا پیاده یا با وپورتو بیان که بازم خیلی خسته میشن. خب من نمیخوام خیلی ویدیوم طولانی بشه، سعی کردم فقط یه اوورویوی بهتون بدم راجع به ونیز و خودم خیلی راضیم از انتخابم، واقعا اینجا رو دوست دارم، شهر قشنگیه. یه چند تا مشکل داره که بزرگترین مشکل اینه که هزینه‌های کم بالاست که خب میشه مدیریتش کرد و اینکه اگه بخواین شهرهای دیگه یا مصر زندگی کنین یکم رفت آمد اذیت میشین، ولی در کل اکثر بچه‌ها راضین و من برگردم عقب بازم همین دانشگاه انتخاب میکنم دیگه. اگه سوالی دارین ازم توی کامنت ها بپرسین، آیدی چنل تلگرام هم میذارم بیو یوتیوب هم، میتونین اونجا با هم در تماس باشین و هر سوالی دارین بپرسین، خوشحال میشم کمکتون کنم. مراقب خودتون باشین. بای.